امروز یک شنبه 26 برج حمل سال 1403 توزیع لباس برای عزیزان ما در کارگاه قرین بفی. یونیفرم جدید تهیه شده از طریق مؤسسه خیر قویم تا عزیزان با یونیفرم البته کار کنند و همچنین به عنوان عیدی خدمت از شاگردان و عزیزان هدیه داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همگی شما خیرین، نیکوکاران و مهربانانی که با مؤسسه خیریه قویم افغانستان در طول سالهای گذشته همکار و همراه هستیم. جای مسرت و خوشحالی برای همه ما و شما که مؤسسه خیریه قویم افغانستان در شهر هرات یکی از بخش‌های کارآفرینی کارگاه قرین بفی اهدا کرده. از نیمه‌های سال 1402 شروع به فعالیت کرده با یک دستگاه قرین و الحمدلله امروز به تعداد 9 دستگاه قرین رسیده. 36 شاگرد در اینجا مشغول کار و آموزش هستند و می‌توانند انشاءالله در آینده مصدر خدمتی برای خود و فامیل‌های خود باشند. مؤسسه خیر قویم افغانستان و خدمتگزارانی که در هرات هستند تمام سعی تلاش را بر این مبنا هست تا بتوانیم بخشی از کارها و هنرهای دستی و حرفه‌ای در شهر هرات بین خانواده‌ها عزیز و شرافتمند رایج بدیم تا دیگر نیازی به درب خیریه‌انه داشته باشند و خود را به صورت خودکفا انشاءالله فعالیتی انجام بدند. و ما در آینده سعی داریم که تمام شاگردانی که در اینجا آموزش می‌بینند و می‌توانند برای خود مستقل باشند، کار کنند، در اختیار از اینا دستگاه‌های قدیمتی گذاشته شه و سرمایه در اختیار از اینا قرار داده بشه تا برای خود کار کنند و مصدر خدمتی برای خود و درآمدی برای فامیل خود بتوانند مهیا بسازند. امیدوار هستیم که همانطور که در سالهای گذشته و در بخش‌های مختلف شما خیرین و نیکوکاران در کنار خود داشتیم، در این بخش کارگاه قرین بفی نیز با ما همکاری داشته باشیم و بتوانیم روز به روز تعداد این دستگاه‌ها و این شاگردان بیشتر کنیم و خانواده‌های بیشتری در این زمینه تحت کوشش قرار بدیم و انشاءالله که کارهای مفیدتری انشاءالله در بخش کارآفرینی در شهر هرات بتوانیم انجام بدیم. مؤسسه خیریه قویم افغانستان در 4 بخش فعالیت دارند. در بخش مواد غذایی که به صورت ماهوار خدمت خانواده‌های نیازمند توزیع میشه. بخش درمانی دارند، عزیزانی که دچار بیماری‌های صحی و یا بیماری‌های نیمه صحی هستند اونا را تحت معالجه و تداوی قرار میدن. بخش فرهنگی داریم، تعداد 62 شاگرد در سال 1402 به مکاتب خصوصی معرفی شده، شهریت اینا پرداخت شد و او شاگردان از نعمت استفاده بهره‌مند شدند و امسال هم تا اکنون تعداد 100 شاگرد به مؤسسات خصوصی معرفی شدند و شهریت اینا از طریق مؤسسه خیر قویم افغانستان پرداخت میشه. همچنین تعداد 10 دانشجوی خواهر نیز در دانشگاه‌های خصوصی مشغول به تدریس هستند، مشغول آموزش هستند و شهریه از این از طریق مؤسسه پرداخت میشه. و بهترین و مهمترین کار خیریه که در سال 1402 انجام شد همین کارگاه قرین بفی هست که ما الحمدلله خیلی خوشحال هستیم با موفقیت توانستیم این کار رو پیش ببریم و از یک دستگاه قرین الحمدلله به تعداد 9 دستگاه رسیده. تعداد 8 تخت قرین در سال 1402 کار تمام خلاص شد و ارائه شد به بازار و تعداد 9 تخت قرین فعلا تحت کار هست و انشالله در ماه‌های آینده اتمام میرسه و میتوانیم انشالله از همین گردش کار و سرمایه تعداد کارها را افزایش بدیم و تعداد دستگاه بیشتر شه و بتوانیم انشالله شاگردهای بیشتری و خانواده‌های بیشتری تحت کوشش. بسم الله الرحمن الرحیم. ما الحمدلله
کار که شروع کردیم از یک دستگاهی که شروع کردیم الحمدلله در 9 تا دستگاه رسیدیم. آغاز کار شما کی بود؟ آقا کار ما روز 4/402 بود. یعنی تقریبا 8 ماه میشه شما به شروع فعالیتی با یک دستگاه قلی. با یک دستگاهی که شروع کردیم الحمدلله حال 9 تا رسیده. دیگه ما 8 تا قانون تمام کردیم. فعلا 9 تا دیگه سر کار داریم فعلا. بله. شاگردان ما الحمدلله خوبه، شاگردان تعدادش به 36 تا رسیده. ما کوشش داریم که اینا گسترش پیدا کنن. الحمدلله نیاز به